گوش کن اپا این همه صورت میگیرم تا بگی لی قفانتا سیونی مزور پول انجا میوی اینجا گوش نمیکنه زرون داشت رفت میکنه گردن نکنه اینجا بیا کتا تسبیح که برادی بکنه آنتی مایساده سالده مورانو کرده کتا هم جواب دادم توجیکونه دیگه میکشه دیگه فقط توجیکی این هم بیشت محکم شه هم قفار گوش کن بگی bu tagangish kalona bıkşoy ve tangisi. به باید چی بفهمون Erdi xara. Apay nasima. Bachi ve kapechumda. اوهای گوش کن برا کرتا زکاس بده توی نمیجه تا مختم ایره نمیکنه ایره اکتب کنیوره در خواهد میسوشن بگی میخواهم مخصوص تاکید نمایم که بزرگان ما بارها فرمودند که تنها ستر و سیاه‌پوشی و کرکرانه تقلید نمودن به فرهنگ بیگانه نشانه با عفت بودن زنان و دختران نیست. کسی که تحقیر حجاب میکند از دین میبراید. برادران کی حد دارد زندی خدا میبراید؟ دخترای مسلمان کی به حمایه میکنند؟ امروز چندی سیدای مانده است از داغلا جان ما را در کوچه و مزار مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما خاطر از آن که الله است در اندیشه ما. الله سبحانه و تعالی امر کردی است میتونه آیت 57 31 مراجعه کنه. کسی که تحقیر حجاب میکند از دین میبراید. نکاحت بریده میشود. برادران معلمان محترم بسلم خواهر من شاید به خاطر این حجابت اذیتت بکنن، کتکت بزنن، جریمت بکنن، فوش بهت بدن، تهمت بهت بزنن. اینم بشارت الله سبحانه و تعالی در سوره رعد آیه 24 میگه سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام باد از طرف الله به شما ای کسانی که در غربت و در بیکسی اسلام دینتون رو، حجابتون رو، شریعتتون رو حفظ کردید، صبر کردید بر اذیت و آزار این مفسدین و ملحدین، صبر کردید بر جریمه هایی که باید بپردازید به خاطر حجاب. درود الله بر شما باد، سلام الله بر شما باد، وارد شوید به بهشت، بهترین پاداش است برای شما. هر چیزی با ارزش حجاب داره. نبی قلمم این پوشکش حجابش واسه امیره که وسو کنی پنده قبادی خشک میشن. از این خاطر زنای بی حجاب زود خشک میشن. پدران عزیز خواه حاجی باشی، خواه 5 بارم حج رفته باشی، اگر کیلم تا یا دختر تا ما برای شما اعلان میکنم فتوای حنفی مذهب هر کسی دخترش نیچ است، سطر نداره یا اینکه زنش پیشی برش میتاود این دیوس است، نماز الله قبول نمی سازد. اگر امام شود نماز تا سر بخوان امامتی را حق ندارد. مذهب امام اعظم رحمت الله علیه هر کسی که زنش سطر ندارد، دخترش حجاب ندارد، اگر در کوچه رومال خور قدی براید پیشی برش اگر محکم نباشد دیوس است. الله دیوس دوست نمی دارد، پیغمبر دیوس دوست نمی دارد. ثلاثه قد حرم الله علیکم الجنه مدمن الخمر والعاقل والدی و الدیوس و هو الذی یقر سوء فی اهله. 3 گروه مردم از جنت محروم هستند، یکش عاقل پدر و مادر، دویمش عرق نوش، سومش کسی که انانی زنش سطر ندارد، حجاب ندارد، مردی بیگانه کدی رقص بازی میکند، خودش بیناموس از دور نظر میکند، زنش با مردی بیگانه رقص بازی میکند. آره من میفهمم شما بارین اسلام بدبین ها، پیغمبر بدبین ها ناراحت است وقتی که این جوانای گلگل شکوفان ببینید در مسجد. من میدانم شما ناراحت است وقتی که دخترکای مسلمان میبینی با حجاب اسلامی چون گلی شکوفتی ایستاده در مسجد شما ناراحت بشه، زیرا که شما همون ابوجهل هستی. ابوجهل وقتی که مکه آمد بیت الله رو که دید خانه خدا در اطراف 4 میلیون آدم نماز میخواند،
موی سر شکند، از سرش خاک چاشید، فریاد زد. چی گفت؟ سینه من از محمد داغ داغ. علامه اقبال تصویر میکند سینه ما از محمد داغ داغ، از دمی او کعبه را گل شد چراغ. از هلاکی قیصر و کسرا سرود، نوجوانان را ز دستی ما ربود. شما هم تو بگویه این جوانان را که میبینه مسجد ها آمده ایستاده، والله شما به مردن تو راضی هسته. اما باز میگم بدان که این اسلام آفتاب است، این محمد آفتاب است، این اسلام محتاب است و محمد محتاب. تو نمیتانی با این سفسته های خود پیش نور اونها را گیری، نمیتانی. خاطرت جمع کن. حیفی همون پدر مادری که تو رو به دنیا آورد، حیفی همون پدر مادری که تو رو فرزند کرد و از تو آینده نیک امیدوار بود. حیف. اولین فضیلت حجاب این که حجاب اطاعت از خدا و رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست. من فکر میکنم همین فضیلت برای زن مسلمان کافی است. این که اگر حجاب رو رعایت بکنه از خدا اطاعت کرده و اگر حجاب رو رعایت بکنه از رسول خدا صلی الله علیه و سلم اطاعت کرده. آیا فضیلتی برای کسی که دنبال فضیلت هست بالاتر از رضای خدا هست و رضای رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست؟ اگر خدا و رسول خدا از ما خوشنود باشن چه فضیلتی بالاتر از این هست؟ و کی خدا و رسول خدا از ما راضی میشن؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر خدا رو واقعا دوست دارید از من پیروی بکنید. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند پس خدا و رسول خدا هر دو دستور دادن که زن مسلمان اگر که مؤمن هست، اگر مسلمان هست، اگر دنبال رضای خداست، اگر بنده خداست، اگر جزء پیروان و امت رسول الله صلی الله علیه وسلم هست، حجاب رو رعایت بکنن. پس بزرگترین و در رأس فضیلت ها این که حجاب اطاعت از خدا و رسول خدا هست. یک زن مسلمانی وقتی از جایگاه و منزلت خودش از دیدگاه اسلام گپ میزنه، یکی از افتخارات زن را باید وجود حکم حجاب در اسلام بیان بکنه. متوجه منظورم هستین؟ دوباره تکرار میکنم. وقتی یک انسانی چی به عنوان یک زن چی به عنوان یک مرد در مورد منزلت زن در اسلام گپ میزنه، بگه یکی از افتخاراتی که اسلام بر زنها بخشیده وجود حکم است به نام حجاب. چرا؟ به خاطر حفظ شخصیت زنها. و حفظ شخصیت زن از هر چیز دیگه که برای او زنی که زن باشه مهمتر است و به اون مردی که مردم بوده باشه حفظ شخصیتش به مراتب مهمتر است. بیشتر مثالش گفتم. دقت کردین؟ پس این نقطه قوت است، برخلاف آنچه که اسلام ستیزها تصور دارن. همیشه سر اون نقطه‌ای که اینا اعتراض میکنن دقیقاً اون نقطه قوت است. مگر ای که یک انسانی از لحاظ روحی و روانی و فکری و فلسفی به او درجه انحطاط کرده باشه که این ضرورت انسانی را درک نکنه. وقتی یک زنی بگه بر من فرق نمیکنه که من در جامعه میرم، هیچ فرق نمیکنه که مردم سر من چی قضاوت میکنن، من لباس مناسبم نمیپوشم، هر رقمی که دلم شد میگردم. اینی استدلال که گاه وقتا استدلال کرده میشه و یک عده از جوانا هم نمیتونه با داشتن یک زیربنای قدرتمند در مقابلش پاسخ بده، تصور میکنه که این نیکو و پسندیده است، در حالی که اصلی اینمی استدلال یعنی نادیده گرفتن جایگاه انسانی یک زن. و چی کسی ظالمتر از او انسان است که جایگاه انسانی زن را نادیده بگیره. وقتی یک زن مرتبت انسانی خودش را نادیده میگیره و به مرتبت انسانی خودش بیباک میشه، این اوج انحطاط فکریش نشان میده. و وقتی یک نفر خودش در مرتبتی از انحطاط فکری سقوط بکنه که به خاطر مجادله در مقابل یک نفری او را نادیده بگیره، این نشانی خودش نشانی شکستش است. دقت کنین، اینو به خاطر میگم که گاه وقتی در مورد حجاب بحث میشه، این تفاوت ها را وقتی کسی درک کرده نمیتونه، آخرین حربش اونمو گپیست که در اول گفتم،
میایم مسائل را مطرح میکنه که باطل بودن او گپ به نسبت باطل بودن این گپی که در موردش استدلال میکنه به مراتب قدرتمندتر است. مثل یک نفری که وقتی برش حکمت های تفاوت در احکام را بگی که تفاوت در خلقت است، آخرین اعتراض چیست که خب نباید تفاوت در خلقت باشه، در حالی که این گپ بیخی بزبیخی بی عقلی کلان است دیگه. ای ملت تاجیکستان، ای برادران و خواهرانم، از حقتان دفاع کنید. به هر نحو ممکن و مشروع از حقتان دفاع کنید و در برابر این ستمگران و ظالمان و طاغیان ایستاد شوید. تا به کی باید این وضعیت باشه؟ تا به کی باید زن مسلمان حجابش و شخصیتش و لباسش توهین شود؟ تا به کی باید بر ریش مسلمان خندیده شود و تمسخر گردد؟ تا به کی باید زرتشتیان در داخل تاجیکستان اجازه تبلیغات داشته باشند ولی مسلمان اجازه حرف زدن نداشته باشه؟ مسلمان باید صدایش در حلقومش خفه بشه در حالی که بیش از 90% مسلمانه. من نمیدانم، والله انسان حیران میماند در برابر این وضعیت و این حالت اسفبار چی بگوید. به هر حال خواهر و برادر مسلمانم، بیدار باش و متوجه باش. نباید انسان مظلوم واقع بشه، نه ظالم باشه و نه هم مظلوم. فقط همین را میگویم و بسنده میکنم. جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم. در حفظ و پناه الله باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.